یعنی یا اولی میشنه دامجا مردم خیلی صعوبت میکنه یا آدم هزار آدم دامجا نماز میخونه یک خوب یک دعوت همین هزار مراتب در ابلیس وزبینتر بده ای فریب کردن هزار نماز شیطان داری پیغمبر بله منم شیطان دارم صحابه حیران میشه شما شیطان داری منم شیطان دارم و چخه میکنی قطیعو انش شیطانی که با بیران سر کرده شیطانی را که من عصر دعوت کرده استی بگو من اومدم بالا پردم میگه یک جوانی زیبای سودگی ایو بگو تو کی در اینجا ما همه رو محدود کردم گو معاویه من محدود نیستم در یک اونجا محمد جون میدروی. ассалому алайкум бародарони исломӣ. шахсоне ки мехоҳанд границаи қазоқистонро гузаранд марҳамат мо ба шумо Акай Аббосро тавсия медиҳем. ин бародар тӯли чандин сол аст ки дар ҳамин соҳа кор ва фаъолият дорад. агар муҳлати документҳои шумо тамом шуда бошад ин бародар шуморо гирифта ба границаи қазоқистон бурда меёрад бо хости аллоҳ. худи ҳозир дар номерҳои рӯи экран буда дар тамос шавед +7 909 962 28 28 занг занед ё дар ватсапашон муроҷиат намоед. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک عالم نسبت هزار عبادت کننده در شیطان هزار مراتب به قوت بده. یعنی یا عالم میشنه دامجا مردم خیلی صعوبت میکنه یا آدم هزار آدم دامجا نماز میخونه یک خوب یک دعوت همین هزار مراتب در ابلیس وزبینتر بده ای فریب کردن هزار نماز خون. در روایت میکنه که حضرت معاویه امر میکنه سپاهیاشو که من امروز بعد ظهر خواب میرم کسی ندرویه حکومت سلطنت ده قصر نداره من خواب میرم میگم خود دراز کشیده خواب بود که ای پشت پرده وقتی مستی خواب شد یکم صدای بلند این بر فهمید حضرت معاویه قریب نصف دنیا داد دستش بود بلند کرد که معاویه عصر خزا میشه در گوشم صدا اومد بعد کم تا بیدار شد و با گفت خیلی شاید اگه خوبه باشه ای بر دور ساعت که با گفت صدا اومد که معاویه عصر خزا میشه میگم میگه ای جاش خستو گفت من اینا رو گفتم هیچ کس ندرویه اینجا این کی بود کی غیرت کرده که جای خوی من میدرویه میگه این پشت کلان هم که پرده میگه یک جوانی زیبای سودگی ایو بگفت تو کی در اینجا ما همه رو محدود کردم گفت معاویه من محدود نیستم در یک اونجا محمد جون میدرویم من محدود نیستم. بگو تو کی محدود نیستی؟ گو من ابلیستم و ما ابلیسا محدود نیستیم قصر داری ایوان داری همه جا میدرویم ما بگو اکو با او راه نشه شیطانی اکو با بیران سر کرده شیطانی را که من عصر دا دعوت کردستی بگو من اومدم بالای سر دیگه خوبی خوشرویی همین خوبی نازود برده گفتم اگه یه پوستینی دیگه بالا دا پرتم که عصر قضا شوه گو من فکر کردم اگر همین کار کنن تو یه عصر قضا کنی با 40 روز دیگه برای عصر گریه میکنی تو معاویه یوخی بیا گفت که من 40 روز دیگه در گریه تا تو دور گرفتنه بیا بیدارت کنم نماز خون اودم وقتی به خدا نزدیک شم شیطان شم یاردمش میکنه حتی پیامبر اکرم پرسیدن که هر یک تا شیطان داری هر یک تا نزدیکی و ملک داری شما هم شیطان داری پیغمبر بله منم شیطان دارم صحابه حیران میشه شما شیطان داری منم شیطان دارم و چخه میکنی قطیعو اعاننی ربی خدام یاردم کرده شیطان مسلمان کردم همین آدم در این صحبت ها شیطانش مسلمان میشه شیطانش ضعیف میشه شیطانش گاهی چندی وسوسه ها میمونه برای همین این مجلس ها به حد قدرش بلنده این خیلی مجلس ها قدرش بلنده این مجلس های هستن که مجلس های ملکوتی عثمان میروه معرفی نام میشوه قلبا پاکیزه میشوه زدوده من مقصد همین قلبای زنگ زدگی مو رسوای مو همون آیسته آیسته چی میشوه پاک میشوه برای همین اکنون دوام قصه از کتاب حضرت مولوی جنونی را میخونیم درباره حضرت یوسف علیه السلام بعد از اون میگه برادرها آمدن یوسف ای پدر مصلحت کردن و دور کردن وقتی که او را دور کردن و بردن خواستن به صحرا بردن ده اکنون مصلحت ها شد و جابجا شد اکنون پدر از پسر یوسف و یعقوب جدا میشه تا گمو درخت سپارید یوسفی خود را به اخوان سپارید یوسفی خود را به اخوان نشد شایسته این معنا به سبحان یعقوب نبی میگه در همین جا میگه یوسف به خدا امانت نداد و به برادراش داد همین امر میگه خدا در خشنه اومد وقتی که اکنون داد میگه برای انمی یوسف خیانت شد برادراش سپارید که من همین در شما میتیم اکنون خوشرو برای تو بگره بیارشم
به اغیارش کنی گر آشنایی، به اغیارش کنی گر آشنایی، ببینی عاقبت زو بی وفایی. غیر خدا قطعی کس جورگی کنه که ایوه بی وفایی میبینه. همین دوست خدا های باوری در خدا های. همین حضرت یعقوب یک میجه زدن در بچه هاش باوری کرد، یوسف 40 سال ندید. همیشه باور کنی برادرو، تکیه به خدا کردن نکنه. همین غیر خدا در دیگر کس باوری شد، غیر خدا در دیگر کس توکل شد، غیر خدا در دیگر کس سختی بعد مقصد دیگر اعتقاد شد، عاقبت میگه به وفایی میبینی. یعقوب 40 سال علیه السلام عذاب کشید. 40 سال برای چی؟ فرزنداش داد. به اغیارش کنی گر آشنایی، ببینی عاقبت زو به وفایی. خدا نیکوست در حفظ امانت، نمیگردد هرگز یک خیانت. همه چی رو به خدا امانت کنی، فرزند، زن، ایمان، مال، پول، همه به خدا امانت کنی. خدا خوشروبانی میکنه. در روایت احسن الحکایت میبینی که یک مرد طهارت کنی در آمد داخل یک از حاجتخانه های کلان بخارا. بعد از او میگه هیچ انسان ها همون روز از عصر تا خفتن همون حاجتخانه طهارت کردن نمیتونن. میدرویان میگه یک ماری کلانی هست که آدم رو میترسونه. حتی امام قاضی همون دور آوردن میگه نمیشه، میگه در آمده. میدرویان یک ماری کلان، یک صاحبش آمد میگه در آمده، ای همونجا یک همیون یک کشیلو که گرفت همیونش بس رفت. بعد از او میگه در آمدن نه موری نه هیچ چیز. و قبیدنش که بیجه بیه مرد ای نماز عصر چیکار کردی تیجده؟ گو طهارت شکستن. گو چیکار کردی؟ گو همه همیون کشیلو که همیشه عیادش بر آمد، عیادون بر آمده، در درش 1000 تنگی طلا بود. گفته چی خیلی کشلو که موری کلان بود؟ نه من زکات ما دادم. پیغمبر گفته کسی زکات چته من مالی وی بونی میکنم. خدا گفته است اون مور نبود، اون مالی من بود. نمیمونه گو بیگونه بیاده و چقم چون مالی مورو میدزن، چون میگیرن. یعنی می ضررش جهنمی نه. گو من سوداگری کلانم. گو در همین 1000 تنگی طلا داشتم. همون موره که مردم دید گو این چی بود؟ انا همون وظایفی که خدا وظیفه کرد من حق شد دادم. گو مولا بونی میکنه. برای همین برادر همه چی را به خدا امانتیم. زنای، فرزندای، کودکای، همه چی را به خدا امانته. او باز میگردونه. یگانه امین الله های. رسول ما امین بود، خیانت نکرد. خدا هم خیانت نمیکنه. همه ای کارا کنه. ما دو چیز داریم برادرو، یک چیز را توکل میگن، یک چیز را تواکل. توکلش همینه که تمامی وظیفه را اجرا میکنی و به خدا میسپاری. اون صحابه آمد که شتر را سر داد. شتر وقتی که رفت در بیرون، جناب پیغمبر گفت شتر تا چو کردی؟ گفت سرش دادم چرا میبرویا. گفت دزد گرگای نبرشه. گفت توکلش به خدا. گفت نه اول بیار گفت پاش نقطه کرده خشرو کرده بند با توکلش به خدا. گفت یعنی وظیفه اجرا کنه. خیر ماشین هم کوچه دروش او ایمان توکلش به خدا نه، این ظلمه. توکلش همینه وظیفه اجرا کن به خدا بسپار. توکلش همینه وظیفه اجرا نمیکنی و در چی به خدا میسپوریش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت خدا 4 کس دعاش گوش نمیکنه و خدا لعنتشون کرده. گفتن کی فرستاده خدا؟ و یکی از همونها در یک گوشه میشینه و ریسک طلب میکنه و یگون گر محنت نداره خونه سوخته. و میگه خدا من میتیا. اینا گفت خدا دعاش گوش نمیکنه. اینا خدا دعاش گوش نمیکنه. گفت در همونجا میشینه.